من تو زندگی شخصی خودم وقتی که اون موقع تازه عروس بودم، ازدواج کرده بودم، سر کار نمیرفتم. تا ساعت 11 12 میخوابیدم. بعد منتظر بودم که بهروز برسه خونه و مثلا شروع کنیم فیلم دیدن و بیرون رفتن و بعد تا 2 3 شبم خب وقتی کسی که تا 11 صبح میخوابه انرژی داره دیگه. بعد همیشه به من میگفتش که من خستم 12 شب به بعد. گفتم ای بابا تو چقدر کم انرژی. میگفت خیلی شلوغ بودم بابا، امروز مثلا اذیت شدم، اینجوری بوده اونجوری بوده. میشنیدمش، فقط میشنیدم که خسته است. تصویر ذهنی از این نداشتم که خستگی یعنی چی. شنیدن کی بود مانند دیدن. چند مدت بعد به من یهو گفتش که بیا امروز با من بریم سر کار. منو برد که ببینم. من از صبح نشستم اونجا تا غروب و با چشم داشتم اون استرابا و استرسا رو میدیدم که مثلا 20 بار این پله رو بالا پایین میکنه. از 4 ساعت پیش تا الان تماساش سیو نمیمونه، اینقدر که تماسا زیاده. لحظه تصور کردم که وای ببین من بین همه این شلوغی‌ها هر روز بهش زنگ میزدم، میگفتم الو چطوری؟ چرا به من زنگ نزدی؟ حواست نیست به من؟ و این دقیقاً تو این حالته که داره میزنه تو سر خودش، هزار تا بدبختی داره سر کار. از اون به بعد وقتی میگفت خستم، یاد اون روز میافتادم، یاد اون تماسا، یاد اون چکا، یاد اون آدما و یه جوری انگار اون خستگی اون میشست تو دلم، انگار با عمق جونم میفهمیدمش. حالا تو رابطه عاشقانه باید چیکار کرد؟ میگن باید همدلانه گوش کرد. شاید توی موقعیت‌های ما نتونیم بریم از نزدیک ببینیم تجربه‌هایی که اون کرده، مثلا تجربه‌هایی که اصلا تو کودکیش داشته، همه رو نمیتونیم ببینیم، اما باید تو ذهنمون تصویر سازیش کنیم. آدم روبرومون یه وقتایی لازم داره که ما ببینیمش، چشمامون رو ببندیم، وقتی داره حرف میزنه تصور کنم چی بهش گذشته، اون حالت صورتش رو ببینم، حالت تون صداش رو متوجه بشم. شنیدن یه وقتایی امکان داره بشه مثل دیدن اگه تصویر سازی کنیم.